نداء الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام بر همه شما عزیزان و درود و رحمت الهی شامل حال همه شما و خانواده ها و عزیزانتون باد و شما عزیزانی که هم میخواهید خودتون بر صفحه زندگی اثر انگشتی بذارید و ابتکاری به خرج بدید و هم دیگران رو تشویق میکنید و هم خانواده هاتون رو میخواهید که مایه افتخار خانواده ها و آیندگان خودتون باشید در دنیا و آخرت. عزیزان، امروز یک قصه بسیار بسیار زیبا واسهتون دارم از یکی از نامه‌های بسیار درخشان تاریخ بشریت که متاسفانه خیلی از ماها اسمش رو نشنیدیم. وقتی که در میان صحابه از صحابه فارس زبان میگیم که سلمان فارسی همچنین قیافه هم میگیریم و فلان. یکی دیگه از دوستا و بچه‌های خودمون هست که خیلی مرد بود، خیلی آقا بود. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ایشون فرموده بودن در وصف ایشون که ایشون انسان مبارکی از خانواده مبارکین بود. انسان مبارک، هم خودش مبارک بود هم خانوادهش خانواده بسیار پربرکت و مبارکی بودن. این فرد فیروز دیلمی است. فیروز دیلمی قصه بسیار خوبی داره و در قصهش به من و شما میگه که اگر مفسدی رو دیدید که دنیا رو به فساد میکشه، جامعه رو به فساد میکشه، جلوش رو بگیرید. نگذارید که جامعه و اطراف رو آلوده بکنه. نگذارید که باعث خراب شدن و گمراه شدن خیلی ها بشه. این اصلا همون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که اگر شما منکری رو، زشتی رو، اشتباهی رو، عیب و ایرادی رو، گناهی رو در جامعه دیدید، من را منکم منکرا فلیغیره بیده، با دستتون جلوش رو بگیرید. اگر توان این رو ندارید، حداقل با زبانتون جلوش رو بگیرید. اگر این رو ندارید، حداقل دلتون باید خون بگریه و در پی این باشید که راهی پیدا کنید برای جلو گرفتن این فرد. اگر همچنین دردی رو در دلتون هم احساس نکردید، بدونید که در دلتون هیچ پشیزی، قطره‌ای از ایمان هم، ذره‌ای از ایمان هم وجود نداره. پس این پیام بسیار پیام کارسازی هست، پیامی که میخواد که ای جوونا به حرکت، ای جوونا همت کنید، ای جوونا نذارید یک انسان موذی زالوی پست بیاد جامعه رو به فساد بکشیم. با قصه همراه بشیم. از کجا بگیریم؟ از اواخر روزهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. خبر این پیامبر خب عمری ازشون گذاشتن و بیمار هم شدن. همه اینها علامت هایی هست که پیامبر به زودی از این دنیا میرن. اسلام هم گسترش پیدا کرده. برخی از افراد و قبایل و آدمهای قلدری که دیگه از ترس اینی که اسلام پوزشون رو به زمین بماله اومده بودن مسلمون شدن، اینا هم تو دلشون همون حب و جاه طلبی و نمیدونم پادشاه شدن و اینا هست. وقتی که این خبرهای بیماری پیامبر به اونها رسید، چند تا قلدر قارتاق نامدار در منطقه مرتد شدند و خب قدیما ادعای پادشاهی میکردند و پادشاه میشدند و به این صورت میتونستن جایگاهی پیدا کنند. الان اسلام اومده ریتم پادشاهیت و خودنمایی و این رو گرفته، اما شخصیت بارز منطقه که از پیامبر هست. پس چرا نیان اینها ادعای پیامبری نکنن؟ میخوان که جایگاه پیدا کنن، بیا مثل محمد ما هم بگیم ما پیامبر شدیم. خب یکی از اینهایی که ادعای پیامبری کرد
اسود عنسی بود. این اسود عنسی در یمن ادعای پیامبری کرد. یکی دیگهش بود مسیلمه کذاب و مسیلمه کذاب در منطقه یمامه. یکی دیگهش طلیحه اسدی در منطقه بنی اسد. اینها گردن کلفترهایشون بودن و غیر از اینها هم بودن. خب از افرادی که خیلی قلدر بودن همین اسود عنسی بود. اسود عنسی در یمن شروع به فعالیت خودش کرد. این یه انسان بسیار گردن کلفت و جالب این بود که یک ماسکی رو همیشه روی صورتش داشت که کسی شکلش رو نبینه و حتما خیلی زشت بود. با این ماسکش میخواست که یک هیبتی، یک وحشتی در بین افراد بندازه. یک انسان بسیار شیادی بود، سخنور و چاپلوس بی‌نهایت، زبان شیرینی داشت و از مکر و حیله‌اش این بود که جاسوسایی گذاشته بود در همه این منطقه. افرادی که می اومدن این جاسوسا خبرهای اونا رو می آوردن. کسی که می اومد پیش همین که می رسید اسود عنسی در مورد اون میگفت آقا شما از منطقه فلانی هستید و شما در اونجا این مشکلات رو غم تو هیچ فکر نباشید، من همه‌شون رو حل میکنم. مردم وقتی میدن این اصلا از مشکلاتشون خبر داره، از قضایا خبر داره و نمیدونستن که این چه مکر و حیله‌ای رو به راه انداخته. در یمن ایشون اومدند این اسود عنسی، خب قبیلهش دنبالش راه افتادن و بعد تونست یک نیروی جمع کنه به صنعا حمله کنه. در یمن البته در این مدت خب دعوت اسلام ریشه دوونده بود. اگر یادتون باشه یمن از اولین مراکزی بود که به طور کامل یا به طور خیلی وسیع اسلام در اونجا رشد پیدا کرد. وقتی که حرف پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به کسری رسید و کسری از استاندارش بازان در یمن خواست که پیامبر رو دستگیر کنه و به اونجا بفرسته، بازان هم 2 نفر فرستاد بود به مکه که پیامبر رو بگیرند و بیارن تحویل بدن. اونها هم که اومدند که پیامبر رو ببرند، دیدند که پیامبر بهشون اطلاع داد که پادشاهشون کسری رو بچهش کشته. در همون حال اونها هم خبر رو به بازان رسوندند. بازان گفت که همچین چیزی امکان نداره که در همون شبی که بچه کودتا کنه پدرش رو بکشه محمد در حجاز این خبر رو داشته باشه، پس حتما این پیامبر خدا صبر کنیم تا واقعیت مشخص بشه. تو از مدائن خبر به یمن رسید. اینجا بود که دیگه بازان فهمید که این رسول رب العالمین هست و الا همچون خبری امکان نداره که در مدائن حرف اتفاقی بیفته مگر اینه که به مدینه بعد از 1 ماه برسه. چطور محمد اطلاع شد؟ پس قضیه نبوت هست. در حال بازان مسلمون شد، اسلام در اونجا رشد کرد. اسود بعد از اون هم بازان البته وفات کرد. بعد بچه بازان شهر ابن بازان به عنوان پادشاه در یمن انتخاب شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بازان رو به عنوان پادشاه یمن همچنان استاندار یمن گذاشت. بعد فرزندش اومد و اسود عنسی به صنعا حمله کرد، شهر ابن بازان رو کشت و به شهادت رسوند و حتی زنش رو باش ازدواج کرد، آزاده، زن شهر ابن بازان. در همین خانواده مبارک فیروز دیلمی از همین خانواده بود. دیلمی ها و این افرادی که در اینجا بودن، اینها بیشتر افرادی که مدیریت یمن رو داشتن، اینها بیشتر افرادی بودند که پدراشون از منطقه فارس زبان بودن، فارس بودند و از این منطقه ازدواج کرده بودند. این بچه‌های همین خانواده های فارسی تبار بودند که به این منطقه اومده بودند. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبل از وفاتشون خبر شدند از قضیه اسود عنسی، برای فیروز و افراد دیگه‌ای که اونجا بودند از مسلمان‌های سابقه دار و صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم براشون نامه نوشتند که شر این فتنه رو بخوابونند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در طول حرکت هایی که پیامبر انجام میدادند برای سرکوب کردن مفسدان، این رو همیشه ما ملاحظه میکنیم که پیامبر میخواد که فتنه بزرگی رو با کمترین هزینه
از بین ببره. اسود عنسی رو اگر باش یک نبردی بشه، یک کشت و کشتار بزرگی به راه خواهد افتاد. اما اگر اسود رأس فتنه زده بشه، کل این فتنه میخوابه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این مسائل رو خوب بسلا نگاه میکردن، وارسی میکردن، صحابه روش بحث میکردن تا قضیه روشن میشد که این فتنه رو چطور میشه خوابون. اینجا به این نتیجه رسیده بودند که اگر اسود عنسی ترور بشه، قضیه میخوابه و منطقه آروم میگیره. رأس فتنه و فساد اسود عنسی بود. پیامبر هم برای فیروز دیلمی نوشتند که این رأس فتنه رو بزنید. فیروز قضیه رو خوب وارسی کرد و یه نقشه خوبی گذاشتن. متوجه شدند که بین اسود عنسی و سرلشکر اسود عنسی قیس ابن عبد یغوث یک مشکلی به وجود آمده. اسود عنسی خودش رو پادشاه کل میدونست و قیس ابن عبد یغوث این سرلشکر بود، این رو تحقیرش میکرد، بد و بیرا بهش میگفت، دعواش میکرد. این فرد برای خودش یک سرلشکر بزرگ بود. بین اینها یک مقداری استکاک به وجود اومده بود. فیروز این مسئله رو غنیمت شمرد، رفت و با قیس ابن عبد یغوث نشست که تو ما میدونیم که این فرد رو میدونیم، گفت واقعا این یک انسان شیطان شیادی هست، ما هم در اسارتش افتادیم، باید از شرش راحت بشیم. فیروز براش گفت که همچنین پیامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده که ما باید این مرد رو از شرش خلاص بشیم. گفت خیلی خوبه، پس یک برنامه‌ریزی خوب بکنید با مؤمنان، من و شما از داخل، بعضی از مؤمنان از خارج، و این شرش رو تموم کنیم. فیروز گفت که یک سری بزنم به دختر عموم. آزاده دختر عموی فیروز بود که الان قبلا همسر شهر ابن بازان بود، الان اسود عنسی اون رو به زور زن خودش کرده بود. خب فیروز رفت پیش دختر عموش و گفت که این فرد خیلی فساد به بار آورده. دختر عمو وقتی این حرفا رو شنید گفت بله، این یک شیطان مکار و انسان پلیدی هست که از هیچ جنایتی در دستبردار نیست و چنین و چنان کل حکایت و بدجنسی ها و شیطنت این مرد رو به اونا گفت. و فیروز وقتی دید که دختر عموش همچنین دل پری داره و از این وضع ناراحته، براش گفت که بله همچنین پیامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما رسیده. گفت که لبیک یا رسول الله، دختر خانه مبارک چنین هست که با وجود این همه ظلمی که تحمل کرده، با وجود این همه فشاری که روش اومده، حاضر نشده از دینش دست برداره. یک آسیه دیگر، آسیه در خانه فرعون. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این خانواده رو خانواده مبارکی معرفی کردن. و آزاده گفت که راه حلش اینه که باید شما بیایید و این اسود رو ترورش کنید. گفت خب این خیلی حشم و خدم داره و هر جا که میره دور و برش نگهبونا هستن. گفت اینو بذارید برای من. در قصر ما در یک گوشه اون قصر، اون اتاقه یک اتاق کوری هست، یک نقطه کوری هست، کسی متوجهش نیست. من تو این اتاق برای شما اسلحه و همه چیز میذارم، شما بیایید از پشت و این اتاق رو سوراخ کنید، بیایید داخل و میتونید به این صورت داخل قصر بشید. گفتن که فکر خوبیه، اما اگر ما بیاییم شب و این منطقه رو بخوایم کلنگ بزنیم، خب این سربازا این ور اون ور متوجه میشن، ما رو میگیرن. گفت بس راه حلش اینه که شما فردا یک انسان قابل اعتمادی رو بیار با لباس کارگری که من اون رو ببرم که همون منطقه‌ای که نیاز هست اون دیوار رو خراب کنه، آمادهش کنه به یک بهانه‌ای که ما می‌خوایم اینجا تاقچه‌ای درست کنیم و شما بیایید و اونو هولش بدید و اون سوراخ باز بشه و بیایید داخل. گفت فکر خوبی هست. این فکر رو عملیش کردن. کارگره اومد و اون منطقه رو آماده کرد. نیمه‌های شب فیروز و همراهانش اومدن و از اونجا داخل شدن، اسلحه رو همونجا پیدا کردن و اسلحه رو گرفتن و خودشون رو رسوندن به اتاق خواب اسود عنسی. در جلوی در آزاده آماده بود. آزاده هم اومد گفت که بله خوابه. اونا هم رفتن داخل و دماغش رو گرفت فیروز و خفش کرد و سرش رو
از گردنش جدا کرد. در این لحظه خب اسود عنسی هم یک انسان هرکول بزرگی بود، سر صدایی به راه انداخت. سربازا دویدن اومدن و آزاده هم جلوی در بود. به سربازا گفت برید که مگه نمیبینید، کورید، نمیشنوید؟ الان داره برای پیامبر خدا وحی نازل میشه. سربازا هم که خب مردی میگه که من پیامبر خدا هستم، مردی که میگه که من برام وحی میشه، حتما دیگه این زنشه دیگه، حتما میدونه. سربازا هم رفتن دور. فیروز سرش رو قطع کرد و منتظر شد تا وقت فجر شد. تا وقت فجر شد رفت بالای دیوار و شروع کرد به اذان دادن. اشهد الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، و رسید به اشهد ان اسود بن عنسی کذاب، سوگند میدهم که اسود عنسی دروغگوست. این در واقع کلمه راز بود، سر بود، پاسورد بود به قول خودمون. این همون سری بود که بین خودش و بین مؤمنان گذاشته بود که اگر من همچنین صدا زدم یعنی اینی که حمله کنین. مؤمنان هم که پنهان شده بودند اینور اونور، اینها هم به طرف قصر حمله آور شدند. کل سربازها و نیروها جمع شدند که با مؤمنان در بیفتند. در این هنگام فیروز هم داد کشید که های سربازان، این هم سر اسود عنسی دروغگوی مکار شیطان، و اون رو انداخت جلوشون. اونا تا دیدن که این رئیسشون و این انسان شیاد مکار کشته شده، خیلی از سربازها و خیلی همهشون خوشحال شدن. بعضیا که به اصطلاح مصالحشون با اسود عنسی گره خورده بود که ناراحت شده بودن، اونا هم دیدن که کاری از دستشون بر نمیاد و همه تسلیم شدند و بدین صورت یک فتنه بسیار بزرگ خوابید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این ماجرا رو مطلع بود. خیلی جالبه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، جبریل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع داد و پیامبر به یاران گفتند، مژده دادند که امروز شیطانی از شیطانها گردن زده شد. اسود عنسی رو در یمن انسانی مبارک از خانواده مبارکیان شرش رو کند و امت رو، مسلمان ها، انسانیت رو از یک انسان پلید نجات داد. اسود عنسی واقعا یک جنایتکار بود و تونسته بود با همین قلدری و با همین غالطاقگریش یک منطقه بسیار بزرگی، تصور کنید از طائف تا آخر یمن، این کل این منطقه تا بحرین، کل این منطقه رو این انسان جبار و این انسان ظالم تسخیر کرده بود و مردم رو به ذلت و خواری کشونده بود. این یک مژده بسیار بزرگ بود که جبریل علیه السلام به پیامبر داد و پیامبر بیاران. و فیروز هم که از این ماجرا اطلاع نداشت، یک پیکی رو فرستاد تا به مدینه منوره بره و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مژده رو بده. این پیک وقتی رسید که شبش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این دنیا رحلت فرموده بودند، یعنی روز بعد رسید. روز بعد که هم که رسید، مدینه حال و هوای دیگری داشت، حال و هوای غم و اندوه. رفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این دیار و در و دیوار مدینه گریان بود. این پیک مژده رو در اختیار داشت، این مژده‌ای که میخواست با این پیامبر رو شاد کنه، وقتی اونجا رسید جز گریه و جز اشک و جز ناراحتی ندید. اما وقتی فهمیدن که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مژده بهش رسیده بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خوشحال شده بود از این مژده‌ای که خداوند به اون اطلاع داده بود، از جبریل اومده بود و پیامبر اطلاع داده بود، اهل یمن، فیروز و اون پیک مؤمن همشون خوشحال شدن و این رو علامت قبولی از درگاه خداوند متعال تلقی کردند. پس فیروز دیلمی و از بچه‌های خودمون این کار بزرگ رو به ما و به تاریخ هدیه داد که بشریت رو از یک فتنه بزرگ، از یک مفسد فی الارض نجات داد. این پیام رو فیروز به من و شما میده که هرگز نگذاریم افراد موذی، افراد جنایتکار بیان و منطقه رو به آشوب بکشونن
و به ما نشون داد که برای سرکوب کردن یک جنایتکار باید نقشه کشید، باید یک کاری کرد که خونریزی نشه، جنگ و جدال نشه، فساد نشه. نخواهیم که یک فساد و یک غده سرطانی رو برداریم و جسم جامعه رو مختل کنیم یا جامعه رو به فساد بکشونیم. نه، جنگ بیشتر جنگ مخ هست، جنگ عقل، جنگ هوش، جنگ نقشه کشی است، جنگ درایت و فهم و عقلانیت هست. از تمام اهرم‌های موجود استفاده کردن برای ریشه کردن یک وبا و یک بیماری و یک غده سرطانی. نه اینی که ما غده سرطانی رو بتر کنیم و جامعه رو به فساد بیشتری بکشیم. پس این پیام رو از فیروز دیلمی خودمون میگیریم تا بتونیم ما هم انسانی مبارک و خانواده‌ای مبارک باشیم. نداء الحق صوت قد شجاني